سلام دوستان، امروز قراره در مورد مهاجرت به کشورهای مختلف اروپایی ولی به ویژه هلند صحبت بکنیم و به شکل مختلفی میشه مهاجرت کرد: کاری، تحصیلی، سرمایه‌گذاری. و من خودم میخوام کامل در مورد مهاجرت تحصیلی به هلند براتون توضیح بدم و الان حدود نزدیک بیشتر از یک ماهه که اینجا و میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید که یه مهاجرت تحصیلی خیلی راحت داشته باشید به هلند و تمام نکتهایی که باید توش رعایت بکنید رو براتون توضیح بدم. من اینجا یه نقشه راه درست کردم براتون. میخوایم بر اساس همین پیش بریم تا نکته‌ای از قلم نیفته. این مورد رو بگم قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینه که من خیلی از این نکته ها رو که توی این نقشه راه آوردم اصلا قبل از اینکه مهاجرت بکنم و قبل از اینکه واقعا بیام وارد هلند مستقر بشم نوشتم. علت اینکه این کار کردم اینه که خیلی از آدم‌هایی که مدت طولانی یا مهاجرت کردن و به اون کشور مقصد رسیدن، خیلی از نکته‌ها و موارد و هر چیزی که انجام دادن و هر فعالیتی که باید اولش فکر می‌کردن و از ذهنشون رفته و فراموش کردن. بنابراین چون منم می‌ترسیدم که این اتفاق بیفته و الان که حتی دارم به این پلن نگاه میکنم میبینم که واقعا الان خیلی شدم رفته داره دوباره یادم میاد اینه که از همون موقع که شروع کردم به اینکه بخوام این مراحل رو پیش ببرم این نقشه رو براتون نوشتم که هیچ نکته‌ای به قولی از قلم نیفته. برای همین این نکته که به نظرم خیلی مهمه اینجا که میتونه به همه چیز ربط داشته باشه، هم میتونه به مهاجرت ربط داشته باشه، هم میتونه به هر نکته‌ای توی زندگیتون ربط داشته باشه. اگر که میخواید از کسی مشورت بگیرید، اگر که میخواید توصیه‌ای از کسی بگیرید، فقط نرید دنبال آدمای خیلی خفن توی اون حوزه ها. علتش اینه که اون آدما واقعا فراموش کردن که چی کار کردن که به اونجا رسیدن. دنبال کردن پیجای اینستاگرامی، دیدن ویدیوها یا خوندن کتاب‌های از آدم‌های میلیاردر که فقط توی اون مصاحبه و توی اون ویدیو توضیح میدن که آره هیچی دیگه، من رفتم سمت املاک و الان تونستم که میلیاردر باشم. اینا نمیتونه به ما خیلی کمک بکنه چون ما آدم‌های فراموشکاری هستیم و اون آدم میلیاردر واقعا فراموش کرده که چه مراحل چه سختی‌هایی رو واقعا طی کرده که بتونه به اون مرحله برسه. واسه همین از خیلی از آدم‌ها توی مرحله‌های مختلف اون مسیر مشورت بگیرید و سوال بپرسید، مگر اینکه اون آدم خفنه واقعا تمام سلسله رسیدن به اون مسیرش و رسیدن حالا به اون جایگاهش رو ضبط کرده باشه و ثبت کرده باشه که بتونه الگوی خیلی خوبی براتون باشه. من معذرت میخوام که این ویدیو رو خیلی دیرتر ضبط کردم با اینکه قولش رو زودتر داده بودم، ولی یه مقداری مریض شدم و تا اینکه یکم خوب بشم طول کشید. هنوزم صدام یکم گرفته است ولی دیگه گفتم که قول دادم باید ضبطش کنم. بریم سراغ مهاجرت تحصیلی به هلند. من یه دونه نوشتم نیت اول، شاید بخندید و بگید یعنی چی نیت، ولی خیلی مهمه که شما واقعا بخواید که برید و تمام انرژیتون رو بگذارید روی اینکه هر کاری که میکنید و هر تلاشی که میکنید کمک بکنه به این هدفه. اگر خیلی با نااطمینانی به قولی و مطمئن نبودن وارد این مسیر بشید یا این مسیر کلا ول میکنید، همش این شکلی باشید که برم نرم، اصلا هلند خوبه، اصلا یعنی چی، اصلا تحصیلی برم نکنه کاری میشد برم، من تحصیلی اصلا من حوصله درس خوندن دارم. اگه انقدر توی این سردرگمی هستید یه مقداری اول صبر بکنید و سعی بکنید که نکات مثبت و منفی اونها رو یادداشت بکنید و یکم بیشتر به این تصمیمی که میخواید بگیرید فکر بکنید. من اصلا علت اینکه هلند رو انتخاب کردم دلایل زیادی داشت. شما وقتی که میخواید به یک کشوری مهاجرت بکنید باید خیلی دلایل زیادی رو در نظر بگیرید. مورد اول اینکه من هیچ وقت دنبال ترند ها نبودم و هیچ وقت دنبال روی اینکه ببینم اکثریت چی کار میکنن نبودم و پیشنهاد میکنم که شما هم توی تصمیمات مهم زندگیتون اصلا سمت ترند ها نرید. این چیزیه که من توی پادکست موهبت سردرگمی هم در موردش صحبت کردم. اگر خیلی بیش از حد خودتون رو درگیر انواع و اقسام ترند ها بکنید باعث میشه که عملا دیگه نتونید خودتون تصمیم گیری درستی داشته باشید. برای همین همه دارن میرن کانادا، همه دارن میرن آمریکا، همه الان دبی‌ان، همه الان دارن فران کارو میکنن. بهترین جا تو اروپا الان آلمانه. اگه بخواید بر اساس اکثریت پیش برید هیچ وقت نمیتونید خودتون با منطق خودتون تصمیم بگیرید. برای همینه که من واقعا یه سری تحقیقات کردم در مورد کشورهای مختلف اروپا، چون همیشه اروپا رو دوست داشتم. توی ذهنم کانادا رو هیچ وقت گزینه در نظر نگرفتم، هیچ وقت دوست نداشتم برم کانادا. دبی رو دوست نداشتم برم و
آمریکا توی ذهنم در حال حاضر نبود و همچنین توی ذهنم بود که من خیلی دوست دارم که برم اروپا. واسه همین رفتم توی اروپا گشتم و کشوری که خیلی نظرمو جلب کرد هلند بود. من آب و هوای هلند رو خیلی دوست دارم، واقعا از گرم و بیزارم، عاشق بارون و هوای سردم و اینکه از طرفی مردمش مردم فوق‌العاده گرم و صمیمی‌ان و برخلاف اون چیزی که من خیلی از آدم‌ها می‌شنوم که آدم‌های خیلی سردی‌ان، اکثرا خیلی کم پیش میاد که جوش بخورن، به راحتی کمکتون میکنن، سوال بپرسید جواب میدن و شاید اون حجم نژاد پرستی که توی خیلی از شهرهای دیگه اروپا و کشورهای دیگه اروپا در واقع میبینید رو ندارن و خیلی راحت تر باشون میتونید صحبت بکنید و راهنماییتون میکنن. من همین دیروز توی اتوبوس سردرگم شده بودم که چه ایستگاهی باید پیاده بشم و از آقایی که کنارم بود پرسیدم و انقدر با محبت و علاقه بهم توضیح داد که این شکلیه باید اینجا بره، یا مثلا فرض کنید پیرمرد حدود 70-80 ساله و فوق العاده محترم، اصلا اینکه بخواد این حس به آدم دست بده که این آدم داره باعث ناامنی من میشه، اصلا همیشه شرایطی نبود و این اتفاق بارها و بارها افتاده که من از کسی سوال پرسیدم و اصلا چندین نفر اومدن جمع شدن که بخوان بهت کمک بکنن. برای همین خیلی مردم گرمین، برخلاف اون چیزی که من حداقل حتی میخوندم و آدم‌های دیگه بهم میگفتن که آدم‌های خیلی سردین و باید خیلی مراقب باشی، چون اصلا براشون مهم نیست که تو از کجا اومدی و چقدر سردرگمی، اصلا کمکت نمی‌کنه. مورد بعدی هم اینه که خب هلند اولین کشور توی اروپاست، حالا به جز ایرلند و خود انگلیس، که اومده به شکل انگلیسی تدریس کردن رو توی دانشگاهاش آورده و کلا دانشگاهاش اولین دانشگاه توی اروپا بوده که با وجود اینکه زبان رسمی کشور زبان غیر انگلیسیه و هلندیه، شروع کرده به تدریس انگلیسی دروس. واسه همین خیلی سررشته داره توی این مسئله و همه آدم‌ها انگلیسیشون فوق‌العاده است و انگلیسی فولی بلدن. یعنی عملاً 99% آدم‌ها خیلی قشنگ انگلیسی صحبت میکنن و انگلیسی میفهمن و اصلا از لحاظ اینکه شما هلندی بلد نیستید و اینها به عنوان دانشجوی بین‌المللی دچار مشکل نمیشید، یا حتی به عنوان توریست و موارد دیگه. حتی برای مهاجرت کاری هم شرکت‌های خیلی زیادی هستن که اینترنشنال میپذیرن و دنبال این نیستن که شما زبان هلندی بلد باشید و های اسکیلز، در واقع آدم‌هایی که خیلی مهارت‌های بالایی دارن رو میگیرن و براشون فقط مهمه که شما زبان انگلیسی قوی داشته باشید. بنابراین هلند جزو جاهایی بود که من خیلی برام جذاب بود و به نظر من اگر که میخواید کشور مقصدتون رو انتخاب بکنید، واقعا به این فکر بکنید که اگه هیچ محدودیتی نباشه، اگه هیچ مرز جغرافیایی نباشه، اگه هیچ محدودیت مالی، حالا اجتماعی، هر نوع محدودیتی که توی ذهنتونه، اگه اینها نباشه، من کدوم کشور رو برای اینکه زندگی بکنم توش انتخاب میکنم و بعد اونجا رو انتخاب بکنید. نه به خاطر اینکه یه حجم زیادی از ایرانی ها دارن میرن کانادا، یه حجم زیادی از ایرانی ها وقتی پای اروپا میرسه میرن آلمان، به خاطر این ترنت ها و اکثریت ها تصمیمتون رو تغییر ندید. پس این نیته بود اینجا و میریم سراغ انتخاب رشته و دانشگاه، که از چیزاییه که خیلی از بقیه مرحله ها سخت‌تره و واقعا نیاز داره که شما سرچ بکنید و تحقیق بکنید. من سایت ها رو اینجا نوشتم. سایت مستر پورتال که زیر مجموعه همون استادی پورتاله. استادی پورتال به شکل کلی هم مستر پورتال شامل میشه، هم پی اچ دی پورتال شامل میشه، هم که کلا رشته‌های کارشناسی و بچلر رو شامل میشه. بعد سایت های خود دانشگاه هاست و سایت QS رنکینگ. کاری که من خودم کردم این بودش که من برام تا یه حدی رنک دانشگاه مهم بود. اگر برای شما رنک دانشگاه مهم نیست، مستقیم برید وارد مستر پورتال یا پی اچ دی پورتال بشید، با توجه به اینکه حالا میخواید ارشد بخونید، ارشد دوباره بخونید، یا میخواید مثلا دکترا بخونید، پی اچ دی بخونید، هر کدوم. من چون برام رنگ دانشگاهم توی حدی مهم بود و برام اهمیت داشتش که توی چه دانشگاهی تحصیل میکنم، اول رفتم QS رنکینگ رو نگاه کردم. توی QS رنکینگ شما میتونید نمره زبان آیلتستون، معدلتون، رشته‌ای که درس خوندید، دانشگاهی که درس خوندید، این موارد رو وارد بکنید، حالا جنسیتتون، تاریخ تولد و همه این نکات، و بعد کشوری که دوست دارید برید درس بخونید. میتونید انواع کشورها رو انتخاب کنید، میتونید حتی چند تا گزینه انتخاب بکنید. یه نکته‌ای که هستش این که میتونید کاتگوری رشته‌تون رو انتخاب کنید. مثلا بگید من میخوام توی کلا سیویل انجینیرینگ باشه رشته‌ام و حالا زیر شاخه‌های مربوط به مهندسی عمران باشه. میتونید بزنید من میخوام مربوط به بیزینس باشه.
کلا میتونید کاتگوریش رو انتخاب بکنید. بعد QS رنکینگ میاد بهتون یه لیستی از دانشگاه‌ها رو میده که به احتمال خیلی بالا شما میتونید که توی اونها موفق باشید اگر که اپلای بکنید و پذیرش بگیرید. میاد یه سری میاد یه سری مچ میده، به این معنی که شما کاملا با توجه به بک‌گراند تحصیلی میتونید توی این دانشگاه ها برید و پذیرش بگیرید. میاد یه سری های ریچ میده، از این لحاظ که شما اگه بخواید به این دانشگاه اپلای بکنید یه مقداری دور از انتظاره و ممکنه که ردتون بکنن. بعد میاد بهتون یه سری سیف آپشن میده، یعنی میاد میگه که شما سطحتون بالاتر از این دانشگاه هاست، اما ما پیشنهاد میکنیم که به این سیف ها هم اپلای بکنید، یه دونه از این سیف ها حداقل، که اگر از اون مچ ها رد شدید سیف رو داشته باشید. میاد این شکلی بهتون آپشن میده. و خب از بین این رنکینگ ها برای من یه سری دانشگاه در اومد. دانشگاه اوترخت یونیورسیتی بود، دانشگاه آمستردام بود، یه دانشگاهی بود نمیدونم تلفظ هلندیش چیه، احتمالاً دارم اشتباه میگم، ولی فکر کنم فقایه، مطمئن نیستم، فقایه وریخه در واقع نوشته میشه، ولی من یه تایم میگفتم وریخه، بفهمم کلا وریخه اشتباهه. دانشگاه حالا مثلا توئنته که خب برای پی اچ دی بود، دانشگاه آینتهاون بود، دانشگاه دلفت بود، خیلی انواع اصلا، دانشگاه خرونینگن، دانشگاه رادباود، انواع اصلا دانشگاه ها رو به هم داد. حالا یه سریش های ریچ بود، یه سریش مچ بود، یه سریش هم حالت سیف ساید بود. و من همه این مراحل رو خودم انجام دادم، از مؤسسه های مهاجرتی حکومتی نگرفتم و بهتون میگم چرا این کار رو نکردم. من 8 ساعت با تیم مارکتینگ تو شرکت دیجیتال مارکتینگ کار میکردم و بعد از اینکه برمیگشتم دوباره ساعت‌ها وقت می‌داشتم روی پروژه‌های دیگه‌ام، پروژه‌های مارکتینگ و سئو دیگه‌ام کار می‌کردم و حالا آپتیمایز انجام میدادم و واقعا 12 ساعت روزم پر بود و فقط کار بود. اینطوری نبودش که بخوام بگم این وسط تفریح اتفاق میافتاد، ولی با این وجود من بعد از 12 ساعت کار میشستم پای سیستم، QS رنکینگ رو باز میکردم، مستر پورتال رو باز میکردم و دونه دونه سایت های دانشگاه رو در میآوردم و میگشتم تا اون چیزی رو پیدا بکنم که واقعا میخوام. و برای این مرحله انتخاب رشته دانشگاه واقعا باید وقت بگذارید و اینکه بخواید بگید که من آدم اهل سرچ نیستم، میدم یکی دیگه انجام میده، پول میدم مؤسسه مهاجرتی انجام میده، واقعا براتون جواب نمیده. و اگه شما یاد نگیرید که آدم جستجوگری باشید و مدام ریسرچ بکنید، سرچ بکنید، واقعا با اومدن تو این کشور 10,000 برابر بیشتر از زمانی که دارید مثلا یه رشته و دانشگاه سرچ میکنید اذیت میشید. مؤسسه‌های مهاجرتی اکثرا چون فقط براشون مهمه که شما پذیرش بگیرید تا شما یه وقت مثلا درخواست ریفاند و حالا در واقع برگردوندن پول و اینا نکنید، اتفاقی که میفته اینه که به خیلی از دانشگاه‌های خیلی خوب و رنگ خیلی خوب نمیان از طرف شما پذیرش بدن. برای همین میان یه سری سیف ها رو فقط انتخاب میکنن یا یه سری دانشگاهی خودشون باهاشون قرارداد دارن و میان اپلای میکنن برای اون دانشگاه ها. برای همین شما ممکنه که بتونید یه دانشگاه خیلی خفن قبول شید، ولی به خاطر اینکه اون مؤسسه مهاجرتی میخواسته که یه وقت خدایی نکرده شما پذیرش نگیرید و یه وقت نشه که شما بگید که من پولمو میخوام، پولمو پس بدید و این حرفا، اون اومده فقط به اون سیفا و به اون دانشگاه هایی که خیلی امن بودن به قولی و مطمئنا شما پذیرش میگرفتید توش در واقع اپلای کرد. برای همین مثلا اعتماد نکنید به این مؤسسه. خیلی وقتا حتی خودتون میگید میشه این دانشگاه هم اپلای کنید، اونها میگن نه این دانشگاه اصلا نمیخوره به سطح شما یا هر چیزی. من خودم خب دانشگاه اوترخت خیلی رنک به نسبت خوبی داره به نسبت دانشگاه دیگه که اپلای کردم. من مثلا به همین دانشگاه من میگم وریخه ولی فکر کنم اف های است، مطمئن نیستم، به این دانشگاه که توی آمستردام هستش اپلای کردم. این اولین دانشگاهی بودش که به من ایمیل زد و منو رد کرد و بهم گفتش که ما شما رو رد میکنیم، ولی اگر که خیلی مثلا دوست دارید توی دانشگاه ما درس بخونید بیایید پری مستر ما رو بگذرونید بعد وارد مستر بشین و هیچ فاندی هم و بورسیه هم وجود نداره اگه شما پری مستر بخونید و باید یه مبلغ خیلی زیادی مثلا بدید که بیان اول پری مستر بخونید بعدش برید مستر رو بخونید. و خب من خیلی اونجا ترسیدم و ناامید شدم و گفتم که این دانشگاهی که اینقدر رنکش به نسبت اوترخت حالا
بد بوده اومده من رد کرده، پس قاعدتا اوترخته که دیگه بیخیال اصلا قبول نمیکنه. در حالی که حدود 1 هفته بعدش از دانشگاه اوترخت پیام داشتن. دانشگاه اوترخت به من پیام داد و گفتش که شما پذیرش رو گرفتید. بنابراین از این لحاظ بگم که ناامید نشید. خیلی وقتا دانشگاهایی که سطحشون پایین‌تره و حتی رنکشون اونقدر به نسبت خوب نیست شما رو رد میکنن. میتونه دلایل خیلی زیادی داشته باشه، ربطی به اینکه شما معدلتون خوب نبوده از نظرشون یا مثلا بک‌گراند تحصیلیتون خوب نبوده نداره. دلایل مختلفی، ظرفیتی یا هر چیزی، یا یه سریاشون حتی محدودیت‌های ملیتی دارن، میگن از این نوع حالا از این کشور باید فقط اینقدر نفر داشته باشین. حتی به خاطر این دلیل ممکن شما رو رد بکنن و فکر نکنید که وای نکنه پس اون دانشگاه خوبه کلا کنسل شده باشه. بنابراین مؤسسه مهاجرتی رو واقعا به خصوص برای اروپا بیخیال بشید و خودتون جستجوگر باشید. این مرحله انتخاب رشته دانشگاه واقعا زمان میبره و باید وقت بگذارید. من یه اکسل آنلاین درست کرده بودم، میزدم اسم دانشگاه، اسم رشته، ددلاینی که داشتم برای بورسیه، ددلاینی که کلا داشتم برای ارسال تمام مدارکم و شرایطی که داشت. آیلتسش باید انقدر باشه، نمیدونم امتحان جی آر یا جی مت میخواد یا نه. دقت کنید اکثر رشته‌های مدیریتی و اکثر رشته‌های مارکتینگ از شما آزمون جی آر ای یا جی مت میخواد. برای همین اگر دنبال رشته‌های بیزینسی و مارکتینگ هستید توی یک دانشگاه خوب، شما باید امتحان جی آر ای رو توی ایران بدید. جی مت هم که خب توی ایران برگزار نمیشه و باید برنامه سفر هم بچینید برای اینکه برید جی مت رو خارج از ایران امتحان بدید. ولی خب جی آر ای خیلی بهتره، مقدار آسان‌تر هم هست و من پیشنهاد می‌کنم که جی آر ای رو تو هم خود ایران امتحان بدید اگر که رشته‌های مارکتینگ و مدیریتی میخواید. و سرم کلا از بین داره میره. به این شکل دیگه، یعنی شما باید اینو خیلی سرچ بکنید براش. و این اکسل آنلاین هم من حالا لینکش رو میذارم این پایین توی دیسکریپشن یوتیوب، میتونید اون رو بردارید، میتونید از اون استفاده بکنید. پس بررسی شرایط و مدارک هم اینجا داره میاد وسط دیگه. آزمون زبانتونه، دقت بکنید، انتخاب بکنید چه آزمونی میخواین. هی نگید یهو برم آیلتس، نه حالا تافل انگار آسان تره برم تافل، نه تافل رو میشه خرید مثلا، نمیدونم بریم دوباره آیلتس. ببین چه آزمون زبان برای شکنجه کردن شماها نیست. آزمون زبان واقعا برای اینکه شما وقتی که میایید اینجا بخواید درس بخونید یا حتی برای کار بتونید مکالمه خیلی خوب داشته باشید، بتونید حرف بقیه رو بفهمید، بتونید متن رو بخونید راحت، بتونید سر امتحان بنویسید و رایتینگتون خوب باشه. و این آزمون زبان برای خودتونه، برای اینکه بخوان شکنجهتون بدن نیست. بنابراین دنبال این که برید مدرک زبان رو بخرید بعدن دوباره میرم میخونم نباشید، چون مطمئن باشید که شما بعدن نمیرید اون زبان رو بخونید. خیلی حالا واسه تافل این کار انجام میدن، چون دانشگاهی هستن که هوم ادیشن و به شکل آنلاین تافل رو قبول دارن، ولی آیلتس آنلاین رو حالا اکثر دانشگاه قبول ندارن. برای همین خیلی میرن آنلاین تافل رو میخرن و مثلا 50 تومن 60 تومن میدن که یه نمره خیلی خوب تافل داشته باشن و این واقعا بکفایر میشه. خیلی وقتا هم خود تافل ممکنه بهتون شک کنه، دانشگاه ممکنه بهتون شک کنه و از طرفی اصلا هیچ کدوم از اینا بهتون شک نکنن و شما وارد دانشگاه بشید می‌بینید که اصلا نمیتونید حرفای اساتید رو بفهمید، حرفای همکلاسیاتون رو بفهمید و خیلی براتون سخت میشه ماجرا. از آزمون زبان رو دقت بکنید. من خودم آیلتس دادم و خب من اونقدر نمیتونم در مورد مسئله صحبت کنم چون اونقدر ریلیتبل نیست شاید. من خب خیلی سال طولانی زبان خوندم و زبان حتی تدریس میکردم و آیلتس هم 8 شد. مینیموم آیلتس توی اکثر دانشگاه‌های خوب هلند 6.5 برای مستر. فکر می‌کنم برای دکترا 7 باشه، مطمئن نیستم، ولی یه سری دانشگاهی هست که فکر کنم 6 هم قبول میکنه و اکثر یعنی تمام 4 تا مهارت اکثر دانشگاه‌ها میگن باید 6 باشه حداقل تا جایی که میدونم. این برای هلند. حالا برای بقیه کشورها رو باید با توجه به دانشگاه سرچ بکنید و دنبالش بگردید. برای همین در مورد آیلتس من فعلا نمیتونم بیام بگم که چی کار کردم، چون واقعا زبانم بد نبود و زبان خوبی داشتم، ولی کلاس‌های آیلتس تهران کارگاه‌هاش رو شرکت کردم و من بعد از اینکه توی شرکت کارم تموم میشد خیلی وقتها کلاس‌ها و کارگاه‌های آیلتس داشتم و اینطوری بودش که تا ساعت 9 شب تو شرکت میشستم به شکل آنلاین تو کارگاه شرکت میکردم. و پیشنهاد میکنم که اگر آدمی هستید که شاغلید حتما از این کلاس‌های آنلاین آیلتس تهران استفاده بکنید و این تبلیغ هم نیست و یعنی بابتش اسپانسری یا چیزی انجام نشده، ولی واقعا اساتید آیلتسش بسیار اساتید خیلی خوبی بودن و برای من توی اون کارگاه خیلی چیزا مرور شد و کمکم کرد که بتونم
واقعا آیلتس خوبی بدم و من امتحان آیلتس هم توی همون آیلتس تهران دادم و خیلی فوق العاده از خدماتشون راضی بودم. همه چیز از دما گرفته تا خوراکیایی که دادن تا فضای امتحان، هدفون، لیسنینگ، همه چیز فوق العاده بود واقعا. مدرک دانشگاهتونه که این واقعا بساط خودشو داره. اگه دانشگاه دولتی هستید باید آزاد بکنید که من سر آزاد کردن مدرک دانشگاهم خیلی اذیت شدم و خدا رو شکر دانشگاه اوترخت خیلی کمک کننده بود، چون من بهشون ایمیل می‌زدم گفتم که دانشگاه با من همکاری نمی‌کنه چیکار کنم، دانشگاه ایرانم، و به هم میگفتن که اب نداره ما 2 هفته بیشتر بهت وقت میدیم و به هم هی بیشتر وقت میدادن و واقعا همکاری خیلی خوبی داشتن این دانشگاه. و من امیرکبیر واقعا من اذیت کرد، خیلی 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 من اذیت کرد. هر لحظه سنگ اندازی بود برای اینکه بخوام دانشنامه موقتمو بگیرم، برای اینکه بخوام مدرکمو آزاد بکنم، لغو تعهد بکنم. این سیستم سجاد، سایت سجاد هی یه دفعه ارور میداد. من رفتم سجاد سر زدم، رفتم این سازمان سجاد و این سازمان جامعه دانشجویان و همه این جاها سر زدم برای اینکه بتونم کارمو زودتر پیش ببرم، ولی باز خیلی من واقعا سر این اساسازی مدرک اذیت شدم. اگر دانشگاه غیر دولتی هستید که کارتون واقعا راحت‌تره و این موقع‌های من تو تمام این مسیر با خودم میگفتم کاش مثلا دانشگاه دولتی نمیرفتم و کارم خیلی راحت‌تر میشد. و یه سری‌ها خیلی میگن که فقط باید دانشگاه دولتی باشه بتونی اپلای کنی، اصلا درست نیست. شما به راحتی میتونید از هر دانشگاهی که قبول شدید اپلای بکنید. واقعا مهم حالا پایان نامه کارشناسی یا ارشدتونه، مهم معدلتونه و نمره زبان و حالا رزومه‌ای که ارائه میدید به دانشگاه. اینکه حالا رنگ دانشگاهی که توش درس خوندید توی ایران چقدر بوده واقعا اهمیتی نداره، پس خودتون رو درگیر این که وای من دانشگاه دولتی نیستم و نبودم و اینا نکنید اصلا. میریم سمت آزمون GRE که توضیح دادم برای چه رشته‌هایی اکثرا میخوان. اگر که دکترا میخواید برید که بیشتر دانشگاه‌های خوب واقعا بدون توجه به اینکه شما میخواید مارکتینگ یا بیزینس و هر چی بخونید ازتون GRE رو میخواد. پس برای این هم باید برنامه‌ریزی بکنید و خیلی یا 3 تا 6 ماه حداقل براش وقت میذارن، چون باید این مقداری روی ریاضیتون کار بکنید جدای از مهارت زبان انگلیسیتون. گرفتن توصیه نامه از اساتید و اینم باز واسه من سنگ اندازی شد، چون دانشگاه با اساتید گفته بود که به هیچ عنوان رفرنس ندن به بچه‌ها، میخوان جلوگیری بکنن از رفتن بچه‌ها. برای همین برای من خیلی سخت بود. راحت ترینش خب استاد راهنما بود، چون من پایان نامه کارشناسی داشتم و استاد راهنما قبول کرد که برام فقط یه دونه رفرنس بنویسه، گفت بیشتر نمی‌نویسه. برای همین من فقط یه رفرنس تونستم از ایشون بگیرم. و بعد یکی از اساتید دیگه هم بود که باشون صحبت کردم، ایشون هم گفتن فقط یه دونه می‌نویسن که اونم اوکی بود. چند تا استاد خیلی درسایی خیلی مهم من بودن که من باشون صحبت کردم که من یه استادی بود که توی 2 تا از درسایی که باشون برداشته بودن 2 تا درس سوالاتی که خیلی هم مهم بود برای همین رشته که الان دارم میخونم، درسشو 17 شده بودم و رفتم که ازش رفرنس بگیرم. 2 تاشو حدود 17 خورده شده بودم و بهم گفتش که نمرت خیلی پایینه، سطح متوسط رو به پایین 17 و من نمیتونم به هر کسی که میاد توی اتاقم رفرنس بدم و اینا. من فقط به بچه‌های تاپ کلاسم رفرنس بدم و کلا قبول نکرد. و خیلی از اساتید دیگه بودن که گفتن که نه ما به خاطر وضعیت دانشگاه نمیتونیم. و من واقعا مدام فقط در حال ایمیل دادن، حضوری رفتن به دانشکده و پیدا کردن استادای مختلف بودم که برام رفرنس بنویسن، چون شما که فقط به یک دانشگاه حالا اپلای نمی‌کنید. خیلی از استادا فقط میگن من فقط یه دونه برات می‌نویسن و خب این خیلی بده دیگه. و حالا یه سری از دانشگاه‌ها که میتونی خودت آپلود بکنی فایل رفرنس رو، این یکم شاید راحت‌تر باشه، شاید خودت بتونی یه سری تغییراتی بدی. ولی اکثر دانشگاه‌ها که به خصوص سیستم‌های عجیب غریب خودشون رو دارن، این شکلیه که تو فقط ایمیل استاد رو می‌نویسی، دانشگاه برای استاد ایمیل میزنه که حالا این توضیحات و این پرسشنامه در مورد این دانشجو رو پر بکن و استاده که میدونه پر میکنه براش میفرسته و دانشگاه به تو ایمیل میزنه که استاد جواب ما رو داد. برای تو این وسط هیچ چیزی نمیفهمی که استاد اصلا چی گفته، چه متنی فرستاده و خب اینجا قضیه مقداری مشکل میشه.
پس اگر که واقعا میخواین اپلای بکنید از الان دنبال پیدا کردن اساتید باشید، به خصوص اگر تو دانشگاه دولتی هستید و نسبت به این مسئله حساسیت داره که بچه‌ها مهاجرت نکنن، دنبال گرفتن رفرنس از اساتیدتون بیفتید. من خودم متن رفرنس رو برای استادا میفرستادم و میگفتم که میتونید اگر که بخواید تغییر بدید، که فکر نکنم استادی اصلا متن رو تغییر داده باشه تا جایی که میدونم، اکثرا وقت ندارن. بنابراین دنبال این که استاد یه متن خیلی خوب براتون بنویسه نباشید، متن رو آماده بکنید، میتونید از مجری مصنوعی هم کمک بگیرید و برای اساتیدتون بفرستید. ریز نمراته که اونم جریانش مثل همون مدرکه که بخواید آزاد بکنید و این حرفا. یه سری از دانشگاهی که من براشون اپلای کردم نیاز داشتن به توضیح کامل تمام درسایی که خوندم و منبع تمام درسا و خب اینو خیلی سخت بود دیگه. من یه روز کامل وقت گذاشتم تا اونو آماده بکنم. یه فایل درست کردم از تمام درس‌ها، واحدایی که گذروندم، نمره‌ای که توش گرفتم، سرفصلای اون درس‌ها و اینکه منبعش چی بوده، یعنی به قولی لیترچرش چی بوده، چه کتابی ما می‌خوندیم برای اون و اینو مثلا باید آماده می‌کردیم. پس برای این هم بستگی دانشگاهتون باید وقت بگذارید. پاسپورتتون، اگر پاسپورت ندارید از الان اقدام بکنید. قطعاً پاسپورتتون باید حداقل فکر می‌کنم 6 ماه تا، یعنی 6 ماه دیگه مینیممشه، باید اعتبار داشته باشه اون زمانی که حتی شما وارد سفارت میشید. بنابراین دنبال این باشید که اگر پاسپورتتون خیلی نزدیک این گذاشت هست، همین الان پاسپورت جدید بگیرین. رزومتونه و انگیزه نامتونه، البته موتیویشن لترتون. رزومتون یه مقدار باید فرق داشته باشه با رزومه که برای کار میفرستید، یعنی اول باید فوکوستون روی تحصیل باشه. حالا من نمونه رزومه خودم هم براتون توی تلگرام آپلود میکنم که ببینید که چه شکلی باید باشه. انگیزه نامم که بیشتر باید فوکوس داشته باشید روی اینکه چرا اون رشته، چرا اون دانشگاه و چرا اون کشور به خصوص. حتی میتونید آخرش یه سری شرکت‌های خیلی خفن اون کشور رو سرچ کنید، مثلا شرکت‌های خفن تو هلند، و بزنید که من دوست دارم توی این پوزیشن کاری توی این شرکت‌ها بتونم کار بکنم بعد از اینکه مثلا تحصیلم تمام بشه. اینجوری نشون میده که شما خیلی براتون واقعا مهم بوده و با اهمیت و با سرچ و جستجو دارید میاد اونجا، همینجوری الکی ها نشدید مثلا بیاید هلند. بعد ببینید استادی لینک رو که شما میرید توش اپلای میکنید به اون دانشگاه‌ها، استادی لینک به اون دانشگاه پیام میده که فلانی اپلای کرده برای این رشته. دانشگاه میاد به شما یه ایمیل میزنه و به شما لینک میده برای اپلای کردن اصلی که اونجا باید پرداخت انجام بدید. وارد اون لینک میشید، این مدارک رو آپلود میکنید، همین مدارکی که اینجا گفتم، حالا با توجه به دانشگاه فرق میکنه. و بعد میاد اپلیکیشن فیتون رو پرداخت میکنید که معمولا 100 یوروه، ممکنه کمتر باشه. من چند تا از دانشگاه آلمان رو نگاه کردم، یه سریاش حتی 30 یورو تا حتی 70 یورو هم بود، ولی معمولا 100 یورو. شما این رو پرداخت میکنید، میتونید از طریق فامیل یا دوست پرداخت بکنید یا سایت واسطه. من با ایرانی کارت کار کردم، خیلی خیلی فوق العاده است و واقعا اگه بزنید مثلا عجله دارم تو 5 دقیقه 10 دقیقه کار انجام میده. اگه مشکلی پیش میاد پشتیبانی سریع بهتون زنگ میزنه، اگه پرداخت خطا بخوره مبلغ بهتون سریع برمیگرده. این خیلی روند سریعی داره و اگه عجله دارم هم نزنید تا مثلا ماکسیموم 1 ساعت کارتون رو انجام میدن و پرداخت انجام میشه. و بعد از اینکه شما همین کار رو انجام میدید و اپلیکیشن رو در واقع مبلغ اپلیکیشن رو پرداخت میکنید، بعد دیگه صبر بکنید، بین 4 تا 6 هفته طول میکشه. من برای یه سری از دانشگاه رو بعد از 1 ماه دریافت کردم، برای دانشگاه اوترخت رو تقریبا بعد از 5 هفته دریافت کردم. بنابراین بستگی به حال دانشگاه داره و اینکه حالا چقدر سریع میان اینا رو چک میکنن و بهتون پیام میدن. حالا چند تا حالت داره، یا شما پذیرش بی قید و شرط میگیرید که خیلی خفنه. اینجا هم یه پرانتز بگم، اگر برای بورسیه اقدام میکنید، بورسیه ددلاینش خیلی نزدیک‌تره، یعنی حداقل 4 5 6 ماه حتی نزدیکتر از ددلاین تموم شدن تایمی که شما وقت دارید اپلیکیشنتون رو بفرستید. یعنی اگر برای بورس و فاند میخواین اقدام بکنید، باید برای مثلا دانشگاه، اکثر دانشگاه هلند باید فوریه همه چیزتون رو بفرستید. اگر در واقع براتون مطرح نیست و میخواید پول شهریه بپردازید که باز بستگی به دانشگاه داره. دانشگاه اپلاید ساینس معمولا 10,000 یورو سالانه، دانشگاه‌های مثل اوترخت یونیورسیتی فکر میکنم باز بسته به رشته بین دیگه مثلا از 20,000 تا شروع میشه تا میره حتی بالاتر، و دانشگاه خیلی گرانتری هم هستن که سالانه باید مثلا 20,000 یورو بدید. یه موردی که اینجا هست و باید دقت بکنید اینه که اکثر مسترها توی هلند 1 ساله است، مسترهایی که سخت تره و ریسرچ اورینتد 2 ساله است و حتی کارشناسی ها اینجا 3 ساله است نه 4 ساله.
و خب این مقداری فشرده تره مستر و مستر 1 سال خب خیلی خفنن و شما میتونید توی یه تایم خیلی کمی بگیرید در واقع مدرکتون رو. پذیرش‌های بی قید و شرط ممکنه برای زمانی باشه که شما اسکولارشیپ بگیرید، بورسیه بگیرید و در کل مشکل مدرک زبان و مدرک دانشگاه هیچ چیزی نداشته باشید. اما پذیرش‌های شرطی چند تا حالت داره، باز بستگی به دانشگاه هم داره اینجا. اگر شما آزمون زبانتون رو نداده باشید، توی اپلیکیشنتون نوشته باشید که من آزمون زبان رو بعداً میدم، براتون میزنن که ما آزمون زبانتون رو تا فلان تاریخ میخوایم. اگه مدرکتون رو آزاد نکرده باشید یا هنوز اون موقع داشتید درس میخوندید و نامه از طرف دانشگاه زده باشید که آقا من هنوز نخوندم، یعنی هنوز مدرکم رو نگرفتم، کامل تمام نشده، فلان درسم هنوز دارم پاس میکنم، این مهر رو امضای مثلا این آدمی که حالا این مسئول این جریانات مدرکه. حالا اگر دانشگاهتون همکاری بکنه، دانشگاه من اصلا همکاری نمیکرد توی این چیزا، واسه همین من فقط مجبور شدم که اون گواهی موقتمو بفرستم و هر شب که اصرار کردم که تو رو خدا فقط یه دونه متنشم من آماده میکنم که امضا مهر بزنید که من بدم به دانشگاه که آقا من مدرکم رو بعداً آزاد میکنم و هنوز دارم درس میکنم، قبول نکرد. دانشگاهتون قبول میکنه که چقدرم عالی. و بعد از اینکه حالا مدرکتون رو آزاد کردید، پذیرشتون که شرطی میگیرید، مدرکتون رو آزاد میکنید و براشون مدرک رو میفرستید. و بعد هم کورس اضافه است. اگر که دانشگاه احساس بکنه که شما توی یه سری از کورسایی که گذروندید ضعف دارید، چه از لحاظ نمره‌ای که گرفتید، چه از لحاظ اینکه احساس می‌کنید که شما به عنوان کسی که اومدید مثلا کارشناسی فلان رشته رو گذروندید، یه همچین پیش نیازی رو برای این کارشناسی ارشده و برای مستر ندارید، بهتون یه کورس رو میدن. شما باید این کورس رو اول بگذرونید، معمولا کورس 1 هفته الی 2 هفته‌ایه و سرتیفیکیشنش رو دریافت بکنید که ما بدونیم شما این کورس رو گذروندید، که امتحانش هم میدید تهش و بعد دیگه پذیرشتون بی قید و شرط میشه و میتونید وارد دانشگاه بشید. من خودم پذیرشم مشکل کورس و مدرک داشت، مدرکم هنوز آزاد نشده بود، کورسم به خاطر اینکه اقتصادی که توی دانشگاه خونده بودیم رو قبول نداشتم و به پیام دادن که من قبول در واقع نداریم اقتصاد خرد و در واقع کلامی که توی دانشگاه خوندید رو و باید بیاید کورس اقتصاد از دید اروپا و اقتصاد تجربی ما رو بگذرونید. برای همین من اون کورس رو گذروندم و مدرکم هم مشکلش این بود که مثلا آزاد نکرده بودم هنوز و موقته رو فرستاده بودم که سر مدرک هم باز بستگی به دانشگاه داره. وقتی که اینها رو میبرید ترجمه میکنید، دقت بکنید که مدرک و ریزنمرتون همه باید ترجمه شده باشه، این باید فقط اون فارسی ها رو قطعا بفرستید. وقتی که میبرید ترجمه میکنید و حالا با مهر قوه قضاییه و امور خارجه و همه اینها، یه کیو آر کد داره که اون کیو آر کد فقط توی آی پی ایران باز میشه و اونو نمیتونن بازش بکنن. واسه همین یا بهتره که کلا مدرکتون رو پست بکنید یا اینکه روابط بین المللی دانشگاهتون مدرک رو براشون بفرستید، اونا برای دانشگاه میفرستن. دانشگاه من نسبت به این مسئله یه ایراد گرفت، گفتش که ما قبول داریم مدرک هستی تو، چون من از طریق روابط بین المللی دانشگاه ارسال کردم، ولی گفت ما ترجمه هات رو هم باید تایید بکنیم. بنابراین من از مترجمم خواستم که برام چیز بکنیم، مترجم اون دفتر ترجمه خواستم که برام مدارک رو از طریق ایمیل کاری خودش یه دور دیگه به دانشگاه بفرسته با متن اینکه سلام من مترجم اینها و تایید میکنم که من اینها رو ترجمه کردم و تیم ما رفته این مهر رو گرفته از قوه قضاییه و اینها، در صورت حال مشکل با من در ارتباط باشید. بعد دانشگاه بعد از اون ترجمه ها رو قبول کرد. پس به طور کلی ممکنه دانشگاه ترجمه های شما رو حتی وقتی از روابط بین المللی دانشگاه میفرستید قبول نکنه. بنابراین صحبت داشته باشید میرید توی دفتر ترجمه با مترجم که آقا ممکنه دانشگاه من این کارو بکنه، بنابراین من برای متن آماده میکنم، لطفا این کار برای من انجام بده، چون یه سری از این مترجما انجام نمیدن و نسبت به این مسئله حساس. بعد از اینکه این کارو انجام میدید و حالا این پذیرشتون اوکی میشه، دانشگاه میاد برای MVV و ویزای طولانی مدت شما برای اینکه بتونید بیاید اینجا و اقامت داشته باشید اقدام میکنه و واسه همین توی همون لینکی که براتون فرستاده بود که بیاید اپلای بکنید و 100 یوروتون رو بدید، یه بخش دیگه باز میشه که بخواید اپلای بکنید برای اینکه ویزا بگیرید، چون قاعدتا دانشگاه بر اساس کشور شما میفهمه که شما حالا به چه نوع ویزایی نیاز دارید. بعد اونجا میایید پاسپورتتون رو آپلود میکنید، اگه شهریه باید پرداخت کنید باید پرداختتون رو انجام بدید، اگرم که بورس شدید نامه بورسیتون رو میگذارید.
برای پرداخت شهریه میتونید از سفارت کمک بگیرید، میگم سفارت ببخشید، صرافی کمک بگیرید و یا اگر که فامیلی کسی دوستی دارید میتونید از اون طریق، ولی خب صرافی به هر حال راهی که اکثر ماها انجام میدیم دیگه. ولی اگر که بورس شدیدم که نامه بورسیه رو میذارید. مورد بعدی هم اثبات تمکن مالیه که آخرین بار 1225 یورو ماهانه شما باید داشته باشید طبق آخرین چیزی که IND برای سال 2024 گفته، ولی هر سال این مبلغ با توجه به وضعیت اقتصادی تغییر میکنه و اضافه میشه معمولا. یعنی قبلا شاید 900 یورو ماهانه بود، ولی الان شما با توجه به بحران خونه‌ای که تو هلند هست و افزایش اجاره ها همه چیز ماهانه باید تمکن بیشتری داشته باشید. بنابراین در کل شاید چیزی بوده 14,000 خورده یورو، 15,000 یورو باید به عنوان تمکن مالی که میرید از بانک میگیرید داشته باشید که نمونه هاش هم توی گوگل هست. یعنی اگه بزنید اثبات تمکن مالی مثلا بانک ملی، بزنید اثبات تمکن مالی مثلا بانک پاسارگاد، میتونید نمونه هاشو ببینید که چجوریه. یه متن انگلیسی اون خودشون دارن این رو، یه گزارش این که آقا این آدم اومده این تاریخ حساب باز کرده، الان انقدر پول تو حسابشه و الان یورو در ایران ارزشش انقدره، هر مثلا یورو انقدر، حالا ریاله براتون اینو میزنن و این اوکیه. مورد بعدی هم یه antecedent certificate که خود حالا دانشگاه هم میتونید دانلودش بکنید، از خود سایت پادشاهی هلند هم میتونید دانلودش بکنید که کلا یه حدود 2 صفحه است که فقط همه رو باید بزنید نه عملا ازتون سوال میپرسه که آیا جرم و جنایتی کردید، دزدی کردید، قتل کردید، همش جرم و جنایتیه که همش رو باید نه بزنید قاعدتا. و تهش هم یه امضا و تاریخ و اسم و اینا میزنید و اینو اسکن میکنید، آپلود میکنید. یه دونه تست پزشکی هم هست که خدا رو شکر ایران نباید انجام بده. ایران جزو کشورهاییه که از این تست پزشکی مستثناست، ولی کشورهای زیاد دیگه هستن که خب باید به بحث اینکه میرسن هلند اون تست پزشکی رو انجام بدن و بعدش که میتونن دریافت بکنن کارت اقامتشون. و بعدم پرداخت مبلغ هستش و مبلغ ویزاتونه 257 یورو، در کل حدود کنم 210 یورو باشه، ولی حالا دانشگاه از من 257 یورو گرفت برای تمام پروسه ویزا و همه چیز. و این مبلغی که شما میدید که باز میتونید از طریق ایرانی کارت بدید یا از طریق دوستان و واسطه ها برای اینکه کلا ویزاتون کامل صادر بشه. این شکلی دیگه تو موقعی که سفارت میرید اصلا دیگه لازم نیست که کار دیگه انجام بدید. حدود 2 الی 5 هفته طول میکشه. منو خیلی ترسوندن که خیلی دیر ممکنه بشه و اینا، ولی برای من بعد از 2 هفته MVVم اوکی شد. برای من ایمیل اومد که تایید شدید از طریق سیستم مهاجرتی هلند و شما یه در واقع PDFی دریافت میکنید به نام تاییدیه یا IND. یه وی نامبر داره اون که اون وی نامبر مهمه برای سفارت و کلا اون فایل PDF رو باید حتما خودتون سفارت ببرید. به محض اینکه شما درخواستتون اوکی شد و 257 یوروتون رو دادین، همون موقع برید وقت سفارتتون رو تقریباً با در نظر گرفتن حدود 2 الی 3 هفته بگیرید، چون که خیلی وقت ممکنه که نتونید وقت سفارت بگیرید و پیدا بکنید. هرچند که من خیلی یارو دیدم که تایم نبود توی سایت سفارتی که میرفتن، ولی تونستن با زنگ زدن و حالا التماس و اینا وقت بگیرن و بین بقیه راشون بدن تو. به خصوص کسایی که توی تهران نیستن هم خیلی میتونید از این استفاده بکنید. میتونید زنگ بزنید بگید که من تو تهران نیستم و باید بیام سفر بکنم، عملا بیام تهران و بهتون در واقع باهاتون همکاری میکنم. خب این خیلی خوبه، خیلی سفارت هلند واقعا راه میاد و حتی برای گرفتن ویزاتون هم که معمولا 1 الی 2 روز زمان میبره، شما میتونید بگید که من از مثلا چه میدونم مشهد میام، لطفا به من همین امروز بدید و خیلی اصرار اگه بکنید قبول میکنم و بهتون میگم بعد از ظهر بیاید پاسپورتتون با استیکر ویزاتون رو بگیرید و کارتون رو جلو میندازن. ولی به طور کلی پیشنهاد من اینه که حتما از خیلی قبل‌تر وقت سفارتتون رو داشته باشید و خیلی بدون واسطه و اینها هم پیش میره، به خاطر اینکه شما وقت شنگن و اینا نمیگیرید، دارید وقت یه ویزای بلند مدت MVV میگیرید و اولویت دارید حالا به نسبت کسی که توریستی و اینها میخواین برن. بنابراین شما لازم به واسطه های مختلف و اینها ندارید، مثلا ویزا متریک که واسطه سفارت آلمانه
بنابراین به راحتی وارد خود سفارت هلند میشید و میتونید اپایمنتتون رو بگیرید که در مورد اون یه ویدیوی کامل تو یوتیوب هست. من اون ویدیو رو لینک میکنم که خیلی خوب توضیح داده اون فردی که گذاشته. من خودم از اون استفاده کردم. و اینکه غیر از وقت سفارت، وقت لگالایز هم باید بگیرید برای به ویژه شناسنامه‌تون. در واقع شما به لگالایز یا قانونی کردن نیاز دارید، یعنی حتما شناسنامه‌تون هم جزء مدارکی باید باشه که ترجمه میرید بکنید. اگر که ازدواج کردید باید عقدنامه‌تون هم ترجمه بکنید. اگر براتون گواهینامه، اونها خیلی مهمه و میخواید سریش بکنید به حالا رانندگی کردن، گواهینامه‌تون هم باید ترجمه بکنید. اینها رو که ترجمه میکنید باید لگالایز بکنید، قانونی بکنید، یعنی یه جوری میشه که همه جای دنیا دیگه کاملا اون اعتبار داره و برای هر مدرک 25 یورو دریافت میکنن که قانونی کنن. من فقط شناسنامه رو بردم و نیازی نبود به اینکه حالا مدرک دیگه ببرم. و اینکه نوشتن اگر زنگ بزنید یا ایمیل بدید میتونید وقت لحظه آخری بگیرید و در مورد شهرستان هم این بر من توضیح دادم. باز بیایم اینجا پایین تر ببینید توی سفارت من این مدارکیه که اینجا نوشتم باید ببرید. همه چیز رو با خودتون ببرید، یعنی واقعا اصلا به این فکر نکنید که نه اینو نمیخواد. من موقعی که رفتم توی صف وایسادم دیدم که همه فقط یه برگه IND دستشونه با پاسپورت و من 3 تا پوشه انقدی دستم بود و خب در نهایت واقعا فقط همون برگه IND و پاسپورت رو میخواستن. ولی من پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان ریسک نکنید. هر چی مدرک با خودتون دارید ببرید، ممکنه مشکلی پیش بیاد، حالا خدای نکرده هر چی باشه شما همون لحظه مدرک رو دارید و وقتتون رو اینجوری از دست نمیدید. و اینکه سفارت اونقدر ربطی حالا به تایمه نداره. من وقت گرفتن ویزام ساعت 10 صبح بود، 8 صبح لگالایز داشتم، 8 صبح رفتم، هم لگالایزم همزمان انجام شد هم ویزام و تقریبا 9 یا تقریبا 9 اومدم بیرون، یعنی مثلا 1 ساعت همه کارم جمع شد. معمولا بین نیم ساعت 40 دقیقه اینا کلا طول میکشه، ولی خب ما چون توی صف هم وایساده بودیم یه مقداری اون صفه بود و اینکه بقیه هم کارشون پیش بره. بنابراین اونقدر که مثلا دقیقاً ساعت 10 صبح قرار ویزاتون انجام بشه نیست، یعنی مثلا شما 8 صبح بری زودتر از بقیه بری کارتو همون موقع انجام میدن براتون. و این هم مدارکی که حالا باید برای سفارت ببرید. این خیلی کلی و جامع است اینکه شما چطوری باید این کار رو انجام بدید. من دوباره تاکید میکنم بیخیال مؤسسه‌های مهاجرتی بشید. حتما جستجوگر باشید، سایت‌های دانشگاه‌ها رو بجورید واقعا. و واقعا اگه همونطور گفتم از الان جستجوگر نباشید نمیتونید دوام بیارید اینجا، چون اینجا خیلی چیزا هست که خودتون باید برید سرچ کنید، دنبالش در بیارید. تخفیف‌ها، نمیدونم قطارها، متروها باید خودتون بگردید، خودتون بخونید و اگه بخواید فقط دنبال این باشید که بقیه کمکتون بکنن واقعا نمیتونید ادامه بدید، چون قرار شرایطی باشه که باید پای خودتون وایسید. یه موردی که من اینجا الان نیاوردمش، فکر کنم البته آوردمش، این بالاست، پیدا کردن خونه است. تقریبا میتونم بگم که حتی خیلی زودتر، من نوشتم از زمانی که درخواست میخواید برید برای MPV، ولی حتی زودتر برید که خونه‌تون رو اوکی بکنید. من سر این خیلی استرس کشیدم به خاطر اینکه کمبود خونه توی هلند خیلی زیاده و یه بحران عجیب غریب شده. این سایتایی که من اینجا نوشتم، من الان رنتولا رو حذف میکنم، رنتولا کلاهبرداریه و این کامرنت هم حالا اینا رو فعلا میذارم بمونه. این 4 تا سایتی که نوشتم بهترینش هلند تو استی، یعنی هلند تو استی واقعا باید این بالاتر باشه به جای این بقیه. و بعد همین این که اسمش رو نمیتونم تلفظ کنم، هارا ریوس. آره این دوتا خیلی خوبن و بیشتر از همه هلند تو استی. هلند تو استی فوق العاده معتبره و قابل اعتماده و پاراریوس هم همینطور. این دوتا هلند تو استی باید یه مبلغی پول بدید برای اینکه سابسکرایب کنید، ولی سابسکرایبتون همیشگیه، یعنی یه مبلغ فکر کنم نزدیک 30 یورو باید بدید. پاراریوس رایگانه، کامرنت هم باید پول بدید، کامر.nl هم باید پول بدید. اکثر این سایت ها رو دقت بکنید، سایت های خیلی زیاده دیگه هم هستن. فکر کنم هاوس هاپت هم هست یا هاپت هاوس، مطمئن نیستم اسمش رو دقیق، ولی پیدا کردم براتون دیسکریپشن می‌نویسم. خیلی از این سایت ها کلاهبرداری میتونن باشن و آدم کلاهبردار توش باشه و خیلی دقت بکنید. یه خونه خیلی خفن دیدید با قیمت خیلی کم، قطعاً کلاهبرداریه. اگه طرف خودش اصلا نیست و مثلا میگه فلانی میاد، شک بکنید، خیلی با شک برخورد، فکر نکنید مثلا چون اینجا هلنده هیچ کلاهبرداری اتفاق نمیفته از این حرفا.
اونایی که اصلا کلاهبرداری نیست و خیلی سیستم سختی دارن، هلند تو استی و پارالیوس و خونمو با هلند تو استی تونستم بگیرم. حالت استودیوی دانشجویی تونستم پیدا بکنم. خب واقعا راضیم. همه چیز توی خونه بود، خونه فوق‌العاده تمیز و تمام وسایل آشپزخونه، همه چی در واقع اینجا همه وسایل توی خونه رو گذاشته، یعنی از سیر لهکن و حتی پیتزا کاتر و نمیدونم پنیر، نمیدونم یه یوتنسلی هست مخصوص کلا پنیرهای هلندی، حتی اونم مثلا گذاشتنی، خیلی همه چیزش خیلی کامله و خب خیلی واقعا راضی بودم از تمیزی و سرویس و اینها اتفاقاتی که افتاده و خب به راحتی به مثلا که ایمیل بزنی این خراب شده تقریبا کمتر از یه روز بعد میان و درست میکنن برات. و واقعا هلند تو استی من از هر کسی دیگه که پرسیدم از هر جای هلند، چه روتردام، آمستردام، هر جایی که بوده واقعا راضی بوده وقتی ازش خرید کرده و حالا در واقع خونه رنت کرده. بنابراین خونه رو خیلی زودتر برید دنبالش. من 3 ماه قبل از اینکه بیام دنبال خونه بودم و بعد از اینکه تازه اومدم اینجا خونه نداشتم، اینجوری بی خانمان بودم تا اینکه هلند تو استی بالاخره یه دونه خونه پیدا کردم. خیلی باید اینم جستجوگری میخواد، باید بگردید، باید وقت بگذارید، باید مدام این سایت ها رو چک بکنید، دنبال این باشید که سریع ببینید اگه یه خونه تا باز شده سریع بوکش بکنید، سریع پیام بدید، دنبالش بگردید، پیگیر باشید. قبلا اگه پیام بدید به اون صاحب خونه دوباره پیام بدید، ممکنه ندیده باشه. کلا باید صبر و پیگیری و اصرار و جستجوگری و تمرین بکنید توی این لحظات و خونه پیدا کردن واقعا یه بحرانه. من هنوز کسایی میشناسم که دانشگاه شروع شد و داریم درس می‌خونیم هنوز خونه ندارن و متاسفانه خیلی یه استرس زیادیه، یه استرس مضاعف همزمان با درس و امتحانات و تکالیف شما مثلا خونه هم نداشته باشید. پس این رو هم حتما بهش دقت بکنید. امیدوارم که توضیحات خوبی داده باشم. اگر که سوالی دارید و احساس میکنید که خیلی جاها گنگ بوده براتون حتما برام کامنت بکنید. امیدوارم که همتون بتونید اونجور که دوست دارید، حالا به هر شکلی تحصیلی کاری اینها برید و حالا مهاجرت بکنید. مهاجرت کاری رو من بگم که خیلی سخت تره، به نظرم بهتره که با کانکشن این کار رو انجام بدید، یعنی برید توی لینکدین بگردید، آدمای دیگر رو پیدا کنید، از طریق لینکدین و کانکشنی وارد بشید تا فقط رزومه فرستادن، چون اکثرا قبول نمیکنن. کارفرما باید ورک پرمیت برای شما بگیره و معمولا این کار رو نمی‌کنن به خاطر اینکه باید به دولت ثابت بکنن که نتونستن کارمند هلندی پیدا بکنن. خب خیلی پروسه سختی رو باید پیش ببرن تا برای شما ویزای کاری بگیرن. بنابراین یه مقداری بعد از کانکشن ها و نتورکتون برای مهاجرت کاری استفاده کنید. مهاجرت سرمایه‌گذاری هم که با توجه به مبلغی که دارید، حالا چه توی خونه یا توی هر حالا فیلد دیگه میتونید با سرمایه‌گذاری بیاید و مهاجرت بکنید. همونطوری گفتم خیلی از نکات و لینک ها رو من توی دیسکریپشن می نویسم و حتما لایک بکنید و کامنت بذارید، نظرتون رو بگید، سوالی که دارید بپرسید و امیدوارم که بتونم جوابتون رو بدم. مراقب خودتون باشید. فعلا خدا.